دیروز 17 اکتبر روزی باوقاره برای ورزشگران تاجیک بود. در این روز ورزشگران تاجیک در 3 ساحه ورزش به قهرمانی دست یافتند. این ساحه‌ها جودو، بوکس و قایقرانی است. هرچند قایقرانی رشد چندانی در تاجیکستان ندارد، اما قهرمان تربیت کرده است. سامان محمدبکov جودوچی جوان تاجیک و نماینده سلاله محمدبکov ها در مسابقات جودوی جهان که در مراکش پایتخت مغرب برگزار گشت، با پیروزی‌های دیدنی به همه رقیبانش عنوان قهرمانی جهان بین جوانان را به دست آورد. در مسابقات قهرمانی آسیا آید به بوکس که در حجیره امارات متحده عربی جریان دارد، مشتزنی جوانی تاجیک عبدالرحیم یعقوبوف عنوان قهرمانی این قاره را به دست آورد و صاحب مدال طلا شد. او در وزن 54 کیلو برآمد می‌کرد و در راه به فینال نمایندگان کویت، بوتان و ایران را از پا درآورد. در بازی نهایی عبدالرحیم بر مشتزن قزاق نورسلطان التینبکov پیروز شد. در همین مسابقات در وزن 52 کیلو ابوبکر مرادوف ورزشگران از قرقیزستان، کره جنوبی، افغانستان و هند را مغلوب کرد. تنها در فینال به نماینده قزاقستان روسلان کوزیبای بازی را باخت و به عنوان نایب قهرمان دست یافت. در قهرمانی جهان و آسیا آید به مسابقه قایقرانی در بیدرکه و کنوئه مسافه های کوتاه و میانه که در شهر شواسیندی چین دیروز 17 اکتبر شروع گردید، ورزشگر تاجیک شهریار دامینوف در کنوئه یک نفسی S1 به مسافه 3600 متر به مصاف آمد و مدال نقره قهرمانی آسیا را صاحب گشت.